بهت خوش آمد میگم. به جایی که پرسش طلایی درون رو میخوایم از خودمون بپرسیم. بذار قبل از شروع فقط یک لحظه بدنت رو حس کنی. شونه هات رو آروم بیار بالا و بعد رها کن. لبهات رو بذار کمی باز باشه تا آروم بگیره و بذار بدنت خودش رو ول کنه. بی دفاع، مثل وقتی که چیزی برای اثبات نداری و فقط خودتی. و حالا اگر در جای مناسبی هستی، ستون فقراتت رو صاف نگه دار، بنشین یا دراز بکش و چشمهات رو روی هم بذار. بذار نفسهات مثل یک موسیقی در جریان باشن، نه زوری نه مصنوعی، فقط جاری باشن. دم و بازدم و دوباره. نفسها رو مدام تکرار کن و ازشون لذت ببر. حالا تصور کن ذهن تو یک آسمونه، یه آسمون شب با ستاره های درخشان و دور و فکرهایی که میان توی سرت تکه های ابر هستن که دارن آروم از یک سمت آسمون میان و از اون سمت خارج میشن. تو اون ابر نیستی، تو اون آسمونی، جاودانه، باز و بی انتها. حالا توی این فضا یک پرسش آروم مثل موج میاد بالا. من کی هستم؟ وقتهایی که هیچ کس من رو نمیبینه، من واقعا کی هستم؟ نمیخواد بگی، این سوال رو حس کن. بذار قلبت این سوال رو بشنوه. اجازه بده با این پرسش یک چیزی تو درونت تکون بخوره. شاید قلبت، شاید یه حس توی شکمت، شاید یه اشک توی چشمات. همشون مهمن. تمام احساسهای تو مهمن، چون دارن صدای تو رو از زیر لایه ها بیرون میکشن. نفسهات رو ادامه بده، مداوم، با عشق. دم و بازدم. دستت رو آروم بذار روی قلبت. وقتش لمسش کنی، اون ریتم رو حس کنی. این ضربانی که هر روز به تو یادآور میشه تو هنوز اینجایی رفیق، چون هنوز قرار خودت رو بیشتر بشناسی و عاشق خودت بشی. تصور کن توی این لحظه یه در باز شده، در ورود به فضای بین افکارته. اون جایی که نه گذشته‌ای هست نه آینده‌ای، فقط تویی و حضور نابت. از این سکوت لذت ببر، سکوت درونی که خودت دعوتش کردی، حتی اگر اون بیرون پر از هیاهو باشه. این درون همه چیز به آرامی داره اتفاق میفته. اجازه بده اون سواله خودش بیاد و تو رو راه ببره، نه با حرف، با حس. من کیم؟ وقتایی که کسی منو نمیبینه، من کیم؟
نفس عمیق‌تری بکش و بذار با بازدم تمامی نقابی که روی صورتت داشتی بریزه. تو نیازی به محافظت نقاب نداری. فقط باش با همون نوری که شاید فراموش شده بوده، اما الان کم کم داره دوباره برمیگرده، چون همیشه درون تو همون جاست، از قلبت، از نگاهت، از خودت. قبل از اینکه برگردی یه زمزمه کوچیک با دلت داشته باش. ازش بپرس اون خود واقعیم اگر میتونست همیشه خودش باشه چجوری زندگی میکرد؟ و بذار پاسخ مثل یک بذر بمونه توی قلبت تا توی زمان خودش جوونه بزنه. حالا کم کم با آگاهی از نفسهات، با تکون دادن انگشتات، با شنیدن صدای محیط برگرد به لحظه، به اینجا، اکنون. اما این بار با یه حضور متفاوت. یادت نره تو یک پرسش نیستی، تو همون حقیقتی هستی که همیشه اون زیر، اون درون آماده بیدار شدنه. به خودت خوش اومدی.